هفته دیگه اومدیم با بتفا جام پرکتیس با همراه ابوالفضل 2570 کی اومدیم بازی کنیم. ابوالفضل سلام بده. سلام و درود و وقت بخیر خدمت دوستان و گل و گلاب. خیلی خوش اومدید به ویدیو پرکتیسه. خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم ویدیو پرکتیس بگیریم یه حال دیگه. خیلی خوش اومدید. اون نوچارم ابوالفضل دیگه بابا. حاجی مکاری چرا باید قرمز بشه و بمیره؟ یه سوال. مازیار جنگش بالاست. من ردم ولی چرا اسم تو؟ حاجی چرا هر دوتامون ندیدیم هم دیگه رو؟ من آلت گرفتم. من همیشه سر برین آلت میگیرم. حالا دوستان نمیدونم آلت چیه سر بریلوک اسمش عزیزم، بریلوک. من آلت میگیرم. حالا حالا نگاه کنه الان بدم رفت. ولی نمیذارم خودم برم. خیلی هم عالیه. تا بریم دنبال مهدیار. وای 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 ای بدم وقتی بدم من برم مالا که این کامبو وای نزدیک بود، خدای نزدیک بود. این بلاکان نجاسم تاکتیک پلیرم. بریم برده اینجا بلاکه. ما که بلاک نداشتیم هاتی. هرکی بوده دمش گرم اینجا بلاک گذاشت. وای یعنی چرا بلاک گروستان بس نمیدونم چی طرف اگه میدنی بیم بیم ابورو اصلا فکر کنم اصلا معنی نداره. فوشی باش ولی خب یه موز خریدی اوکی های شروع شده یه بار نوت ما میره بومبومبینی گزینی بومبومبینی گزینی موسه چرا قرد شده آجی؟ موس پشمای موس هم ریخته اینقدر موسه تو قرد شده. اونیش این فانت نیست. این فانت هیچ نگاه کن شو بده فریابورم فریابور بابا فشاری نکن دیگه تاکسی کلیه. بابا فقط اتنا اینا منو بزنن همشون منظور از همشون که ما کلان دو نفریم. نه کلن بابا مثلا قبل از اینکه ما ویدیو اینا بگیریم بابا خیر نداشتیم ولی الان میزنن بازم درسته. الانم باز میتونم با بو منو بدون بو هم البته میزنن ولی حالا بدون بو هم میزنن. این پیریجه رو مسدود کن دوباره میرم اجازه. این پیریجه رو مسدود کن خیلی سنگین تر. بابا چرا اینجا خفن اومد؟ نمیدونم چی چرا باید این واسه خفن؟ نمیدونم چیه مالا کن نه ایوه اصلا ابوالفضل پروه بچه تو کامنت ها ابوالپرو فعلا آنونون مندیارم برسه اسفامر سک یعنی تو گیم. حالا تو این نشو تو خودت پشت زنه تو ببینیم تو باید بری گیم آف ثبت نام کنی. حالا دوستان الان ما تو این نشه گیم آف سیور خوبی ولی خب از نظر آشغاله اسفامر زیاد داره آشغاله اسفامر زیاد داره اذیت میکنه خدایی. پینگش من رفته بودم پینگم 2000 بود یعنی چی خوبه. آره پینگش هم ما دو سه دست ریده مقدار بابا یه دقیقه میشه تاکسیک باز به خدا تاکسیک نبودی الانش من میمردا. گلدن اپل نبود الان من این کشته بودم دارم.
چرا بیامرزه نه باید لعنت کنه الان بخوام اینکه مولی نه بیامرزه خدا بیامرزه هر اون صدا سکرم شانسی دست خدای حرفه‌ای ببینیم کریپی تو زمین رو صاف برم چنبرده حد بدیم یا همینه که هست میخواستیم دیولوپر بازی رو سر گلدن اپل هم نبود الان اون یه دونه هم نرفته بودی الان تو بگیری بابا نزن دیگه یه چی بده میگم شاخ میشی شاخ میشه اون شاخ میشه بهتره نشم نمیتونی باشی دستان وایس فولومو در نظر بگیر اوی وایس فولوم همیشه نکات اولمونه یه کامبوی ریزی داشته باشیم آره میدونم کی 3 تا رفته کی 2 تا رفته ستم تو شانسکی رفتی تو خوابت تو شانسه فکر کنم شانسکی رفتی دوستان تو کامنتا بگم ناکن گلدن اپل نبود الان همین دوتا هم نرفته بودی وایسا به بچه ها میتونشون بدم گلدن اپل نبود میدونستی همین دوتا هم نبودی گلدن اپل نبود همین دوتا هم نرفته بودی عبود آلی تو کامنتا نیزه عبود بروی بابا گلدن اپل هم میزم میارم پایین آجین گلدن اپل نخور در قبلش میگم اون دوتا رو میگم این یه دونه تازه بدون گلدن اپل مردی من تو مردی که کلان این دفعه دیگه اون گلدن اپل نخور باش تو مردیگه زنی چی تو مردی گلدن اپل خوردی خودت عزیزم تو این همه خوردی من نخورم منم میخورم 20 تا خوردم اصلا کلا 8 دادم چجوری 20 تا چه خورد بیمیری خب دور شارت میشه نکن گلدن اپل خوردم نام 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 نوهی اگه بمیری بعد به من یه گلدن اپل بود نبود من میبردم نگاه کن آخه بابا چجوری الان نرفتی عقب به خدا میزنم دیولوپر دفعه بس دسته بعد میرون تیرکس من چی هم نمیتونی بگی نه تیرکس من نه آجه من تیرکس من هست باید نمیدونم CPS نموده اصلا پین نموده خرابه نمیدونم چرا حاجم دسته بعدی نمیرم دبیریج من نمیخوام با تاکسیک پلیرهایی که گلدن اپل زنده بریم حداقل بیت فایت میریم بیت فایت حداقل اونجا گلدن اپل نیستم شاید بتونم ببرم حداقل زمین کشی که داره کلا تاکسیکه مشتاقم این ویدیو رو خودم یه بار ببینم تو یوتیوب جا افتاد بچه لطفا کانالمون رو دنبال کنید تا هر روز ویدیوهای جذابتری براتون بذاریم بابا چجوری دیدی منو الان گلدن اپل که نمیخوری بعد نگی میگفتم همش تاثیر نداشتم گلدن اپل نمیخوری ما من میخورم تو خواهی همه خوردی ما نخورم ما نه نخوریم تو نباید بخوری تو نباید بخوری اون یه دونه بخوری مردی بابا خیلی خوبی تو ببین برو باید همون ببینی هم رفتی با تنه باز تنه بازی نگاه کن ببین گلدن اپل اینقدر خوشمزه است تو یه چیز دیگه میخوری نیمش تازه است از باغ گیلان باقع طلایی باقع طلایی آره سیباش جدید است خیلی گاهی بچه ها این متن فینال جو اول فاینال ویو فاینال فایت بوم بینی گذاری برده گلدن اپل بخورم بشنم بشنم خود من باید فشار کنم مطمئنی داداش وای چجوری بود اجا اکاش خوشم بود میشن کارم سخته کارم سخته
خودتم گلدن اپل نخوری عددی نیستی والا. آفیس بر من گلدن اپل چه نمیخورم. چه نرفتی بریزم؟ تو چرا نرفتی بیستم یه سال گفتی نمیخورم چی شد کم آوردی؟ من کم آوردی داری میخوره دیگه. من دستام عرق میکنه اینم بگی. بردی؟ آقا استوب آقا دوستان استوب. بابا استوب نداریم ولی بریم آقا بریم. نه منظورم بود که تکون نخور. بابا نکن دیگه. بعد به من میگه من گلدن اپل نمیخورم آجا نمیفهمی منظور گل فشاری دوستان من یا فشاری همه تو کانال. کن من فشاری هستم قبولم دارم. ببین اوه یکم زودتر میدادم گفتم چرا شدم پشمو اما چرا گلدن اپل نمیخوای بخوری؟ تو رو خدا تو رو خدا. بریم بفاید خب اوکی سر گلدن برده ولی اوکی قبول میکنم. گلدن نخوردم من اون آخریه مهم 20 هسته 4 تا مچ سر گلدن بردی اما یه دونه آخر بدون گلدن بردی. نه کی میگه چرا شیر گرفتم؟ آجا ویدیو رو نیم ساعت بری مگه تو رئیس منی برو بدم رئیسم بوده زمان قانون پیروی کرده بود. دوستان اسفرم دیگه نخواهید بزنم حالا فعلا تجهیزات یه مقدار کمه ایشالله اگه شد یه پول در داریم یه دوربین بخریم تصویر هدف داشت ما پول زندگیمون هم نداریم صرف کنم اما پول بستنی هم نداریم. حالا بذار دنبال بکنم حالا ما یه دونه فالوورم بذار تو هم یه دقیقه تاکسیک نباشی حالا ایشالله دنبال میکنم. ویدیو سروایورم جایی گذاشتیم تا نفر عشق آره فقط فردا نه آره فردا قرار سروایور بزنیم. امروز یا پس فردا ویدیو بیتوارزمون پس فردا که نه امروز فکر کنم ویدیو بیتوارزمون میره. آره بعد فردا سروایور. آره فردا سروایور داریم امروز بیتوارز رو پرکتیس میزنیم اگه بشه و نتامون بدوار رو ویدیوش جدا داریم الان آپلودش آره بزنم. ویدیو بیتوارزمون دیروز گرفته بود. یکی بهم زنگ زده متاسفانه و این و فعلا مولی نمیتونم کارش داشته باشم یه رفیقمونه که حالا ایشالله فوک من دوستمون زنگ زده متاسفانه با سب کن تو فعلا داری تاکسیک نمیدونی تاکسیک نکنی ایشالا جوابشو میدی. حاجی نمردی باداش سب کن. آه من یه روز قبلا بدم که ویدیو بگیریم من داشتم پیت فایت بگیریج بازی میکردم یه چاله بود من پشتش بودم مهدیرم اومد منو به من نیم قلب شده بودم حاجی من اومدم دیدم مهدیر موسیقی کیبورد شما رو خواستم بشونم یه شکسته بود دیگه بعد دیدم زندان مهدیر خودشو برد کرد یعنی اون لحظه فقط حاجی اون لحظه گذاشتم فقط بری اونجا وایسادم بری اصلا آقا یه لحظه وایسا آقا استاپ کن استاپ نکن یه لحظه وایسا خوده نه همینجا وایسادیم دوستان بیاین با هم در مورد دنس بزنیم وایسا. و من میگن ابوالفضل من نمیگن ابوالفضل ولی به این میگن ابوالفضل واقعا زشته داشتم برای دوستان رقص میکردم تو هم جان زدی توش دیگه دوستان خودتون تو کرده خودت نداشتی منم داشت کلیک کردی دنس بده رفت ایزم تو خوابت تو ریدی تو بریشم انتظار داری برات بیریج بذارم توش بیریج دیگه نمونده ایزم چی میخوای بهم نشون بعد برم این تاکسیک افا ببینم یه روز دیگه تاکسیک خودم ضبط کنم ویدیو رو پابلیش میکنم
ولی کامبو میشه. 2 تا کامبو دیسپلی گرفتم. خیلی سخته آجی، دستان داره درد میکنه انقدر. من دارم میمیرم. بچه من بازیگیری که بدم. با اون تو کیدی که بده. نه بچه بازیگیری که چیزا موسم. یه موس یه قابل. چی شد؟ لو دادی خودت اوتو کیل میزنی؟ نه بازیگیری موسم دوستان. یه موقع من روم تور میگینیم بهتون نشون. تو خوابت فعلا پول زن بستنی میگم نره. میخوای روم تور بگیری؟ حالا فعلا با همین تجهیزات ما ریدم دارم. بدم بری کرل آلتر 4 میکنم بازی. برو خدا جای من ریدم جمع. من میرم بدیتو میزنم. چرا بدت نمیده؟ الان قهر بدیتو هم قهره الان بدیت. حالا من بوید میکنم. آقا این مچ آخره. آره دیگه باتی شد. ویدیو کم شد ولی باید ویدیو داداش نیم ساعت ویدیو گرفته بودم. من داشتم 4 ساعت سرم آپلودش منتظر بودم. میفهمی یعنی چی؟ آره راست یاجی دوستان ما نیم ساعت یه ویدیو گرفتیم 4 ساعت آپلود شد. من آپلودش کردم تو که هیچ کاره بودی. آره بعد آپلود کردیم. آقا دوستتون داریم. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی فعلا بای بای.